درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار سیوم. من هم از بوفت جرغات و تخم جوشاندگی آوردم. یک جایه تحتول کردیم ولی صحبت ما شیره نمی گرفت. آره، تا قرابت پیدا کردم با اسرافیل. من در گروه 18 نفری خود را تنها حس می کردم. از این سبب تو گفتم مراجعت کردنی ملای اوفه به گوشم گوارا می رسید. نور آفتاب اکنون خوب پهن شده، بر رنگ نیلابی سبزتاب گرفته بود. از پیش گوشه غربترین آسیا نمودار گردید. پس از 10-15 دقیقه به آسمان آفریقا داخل می شویم. کیهان نور نشده هم در نیم ساعت زمین 3 قطعه بزرگ را دیدن ممکن بوده است. در پایان کانال سوئیش. گویا بروی کاغذ زرد نقشه‌کشی جدول کبودی را نهادند. در هر جای جدول نقطه های سفید و سیاه میتابد. اینها یقین کشتی هایند که راهبلدان مصری از کانال خود میگذرانیدند. اگر مداخله دولت ایمان نمیشد 7 سال پیش از این با بهانه همین کانال هم جنگی کلان سر شده میرفت و خون هزاران احتمال میلیون ها نفر مردم بیگناه میریخت. عالمان حساب کردند که در تاریخ بشر 15,000 مراتب جنگ شده، جمع 2.5 میلیارد آدم تلف گردیده است. همیشه زور کمزور را عذاب میداد. حقیقت در جانب کسی بود که همیان غفص‌تری داشت. در همین 10 سال آخرین هم چند بار شد که مداخله صلح‌جویانه خلق ما دستانی به خونریزی آماده جنگ طلبان را از جنایت باز داشت. گویا دنیا تا به همین قریبی خانه پر از پسر بچه های خودسری جنگره بود که بجز در افتیدن به یکدیگر دلخوشی را نمی دانستند. به این خانه اکنون مرد خردمند و توانای قدم نهاده بچه ها را برادر و مربی شده است. آید به خواب، ابدیت و دیگر مسئله های مهم. هنوز به زمین قاهره نفر آمده، سردارمان گفتند که به هر طرف پریشان نشده در یک جا نشینیم. مردی قفص 4 پهلویی که از فرمان فرماییش عملدار ایروپورت بودنش عیان بود، مرا به پیشگاه زری کلان هدایت نمود. قاریکه پیشا پیش گروه می رفتند. این کس مردی خوشندام سفید روی بوده، قدی از میانه بلندتری دارند. سری سفید ابریشمینی بسا خوش روی و نازک بسته شده، جامعه نوی زربفت
با شیمی چچونچه‌ای نباتی رنگ و توفلی لاکی نفیسشان به هم شینم افتاده، با قیافه راهبری ما هم سولتی خاصی روحانیانی تقوادار هماندک تابیشی آلوفتیانه حاضر زمانه داده است. از دنبال آن کس ترجمان گروه دانشمندی زبان، ادبیات و تاریخ عرب عبدالصمد اکه، بعد 4 نفر موسفیدان سله و جامدار و از پس آنها حاجیان میان سال می رفتند که لباسی حاضر زمان و قدیمه را به هم آمیخته در بر کرده و توپی های چوستی، گلدوزی یا مخملی خزانی پوشیدند. بار نخست بود که اینقدر اجنبیان گوناگون زبان را یک باره می دیدیم. از بس که همه از فرود آمدن عملیات سویتی آگاه بودند، به همسفران من با نظر سینچکارانه تعجب آمیز می نگریستند. فقط به کمینه کسی اهمیت نمی داد، زیرا موی سر داشتم، به کتفم فتح پرد آویخته بودم و در تنم همان لباسی بود که عادتاً در دوشنبه می پوشیدم. در اطراف قاریاکه حلقه گرفته نشستیم. قاریاکه بار سوم به حج می روند. مصر، لبنان، سوریه و عربستان سعودی را خوب می دانند. حالا درباره الازهر، دانشکده دینی قاهره، نقل می کنند که در آن زیاده از 80,000 کس می خواند. الازهر بزرگترین مدرسه دینی عالم اسلام است و برای همه مملکت‌های اسلامیه خادمان دین تیار می کند. ترجمان ما عبدالصمد اکه چند سال پیش همین دانشکده را ختم کرده مدرس میری عرب تعیین شده است. ملا اوراقکه از پهلو آمده ایما کرد که به کناره برایم. یک تنش کنیم، گفت او هنگامی که از دوره دور شدیم. هر دو سیگارت دود کنانیدیم. در حضور قاریاکه تماکو کشیدنی من نقض نمی شود. شرح داد او. شما دکتر، فتوا داد ملا اوراقکه پس از دقیقه. ثانی خاموش ماندیم. ایرپورتشان بجا بوده است، گفت او بعد این مدتی. ها به جانه. باز سکوتی دوامدار به میان آمد. خیریت که اسرافیل آمد. وی از بغلم گرفته تکلیف کرد که اقلاً زلهای ایرپورت را سیر کنیم. قاریاکه از جایتان نجنبید گفته بودند. لیکن همراهی اسرافیل گشتن ممکن، چون که وی معاون سردار گروه انتخاب شده است. هنوز در مسکو با توصیه قاریاکه انتخاب کرده بودیم. در یگان نامعقولی سردار شریکتان باشد، شما را هیچ بلا نمی زند. در دکان هر گونه چیزهای یادگاری، در دیگرش روزنامه، کتابچه و صورتهای رنگه می فروختند. در پس تواره شیشگینی خادمان فلات هوایی ریسپوبلیکای متحده عرب نشستند. در پیش بوفت اروپاییان و 1.5 از مردم آسیا و افریقا راست می ایستادند یا به کرسی های بلند نشسته قهوه، می، کوکتیل های گوناگون می نوشیدند. من و اسرافیل از پول اینجایی یک میری هم نداریم که لااقل آبی میوه بینوشیم. در شفت بوفت دکانچه صراف واقع گشته است. مردکی قوی هیکلی سیاه جورده با شاگرد خود پول شمرده دسته می کنند. در بالای پیش تخته دکان لوحه را راست ماندند. این نرخنامه است که قیمت نسبی پول مصر را نسبت به دلار و فونت و فرانک و مرکای و لیره های اروپا
و دینار و ریال و روپیه و کروش و دیگر نوپل‌های آسیا و افریقا مقرر می‌کند. صراف از چوت و کاغذهای روی میزش سر برداشته به ما سوال داد: روسیه؟ بله گفتیم، ما از اتفاق سوویتی. صراف تبسم کنان و دستی راستش را اول به لب و بعد به فرق سرش رسانیده تبریک کرد. از افتش خوش آمدید، قدماتان بالای سر گفتنی بود. ما شاد شدیم. خیریت که در وقتش زبان انگلیسی را زور زده با مشقت اندک آموخته بودم و حالا تا دمی که صحبت از موضوعهای عادی بیرون نرود با عذاب باشد هم سوال و جواب کردم می توانم. ما به صراف اظهار منتداری کردیم و در نوبت خود گفتیم که مردم ما با اهل ریسپوبلیکای عرب بسا خیر خواهند. ما طالب دوست و دوستی هستیم. آدمی نغز بوده است، گفت اسرافیل. بعد هنگامی که به نزد همسفرانمان برگشتیم: از کجا دانستی؟ از معامله‌اش، ستاره‌اش هم گرم. شاید آدمی خوب باشد، میگفتم در دلم، اما خصلتی عجایب داشته است. خودش را عروسی دولتمندی عصر میانه برین با زر و زیور بسیار آرا داده است. زنجیره سری سینه‌اش طلا، چند انگشترینی بالای هم به انگشتان سرگوش گذرانیدهش، حتی تگمه های آستین و پوچک گازدوکش طلا. همه این تگمه و پوچک و انگشترین و زنجیره ها از لعل و زمورت و الماس و زبرجد نگین های گرانبها دارند که اگر به پول عوض کند به حضور یک طبابتخانه کار کلانی حاضر زمان ساختن ممکن. چرا به خیال رفتی؟ پرسید اسرافیل. من خیال خود را گفتم. به تو مانند روی عالم را از طبابتخانه پر کنی. طبابتخانه نفع دارد. واقعا نفع وی از دعای تومار کمتر نبودگیست. من در عمرم یگانتا تومار ننوشتم. خیردیه بعد حج تو هم می نویسی. برای همین آمده ای. احتمال، لیکن تومار اولین را به تو می نویسم. اعلان کردن که توقف ما به آخر رسید و بیرون برآمدیم. آفتاب ظاهراً به قطعه آفریقا مهر مخصوصی داشته است. از بیتان صحن ایروگزال حور آتشین برمیخاست. هوای تفسان می لرزید و موج می زد. در وادی وحش خودمون بعضی روزهای سرطان گرما به 40-45 درجه می رسید و من در آنجا هفته ها و ماه ها را بدون آه و واه و شکوه و شکایت گذرانیدم. اما در اینجا به نفس گردان شدنم کم مانده بود. حالا به خرطوم می رویم که وی 1,500 کیلومتر در جنوبتر و به خط استوا اکواتور نزدیکتر است. نور آفتاب به درجه روشن و چشم برنده است که ناشکرترین بنده خدا هم به اختراع کننده عینک سبز حمد و ثنا می خواند. باز به هوا برآمده بودیم که استیواردس ها نهاری آوردن. برای ارتیستان سیرک خیتای و چند نفر اروپاییان که در سمالیات باقی مانده بودند به قدح ها یک جرعگی کنیاک آوردن. به ما حاجیان نه آوردن. قاریه که به دخترکان گفتند که حاجی ها شراب نمی نوشند. خیلی خوب، 17 حاجی ننوشد اختیارش، 18مش می نوشد.
شاید که خواب گریزان پس آید. و بوفت به نزد استیواردیسه ها رفتم. نازنین ها، حقی مرا بدهید. یک قدح شراب برای گزک گوشت یخین و یک چیزی لوبیا مانندی سبز هم دادند. نازنین ها، حقی مرا بدهید. یک قدح شراب برای گزک گوشت یخین و یک چیزی لوبیا مانندی سبز نیز دادند. می توانید حقی شریکانتان را هم بنوشید، گفت یکی از دختران که از همه شوخ و بیباکتر بنمود. رحمت، با 3 شیشه شراب نوشیدن تجربه در کار. شما مگر حاجی نیستید؟ حاجی، دختری حاجی هایم. پس شراب نوشیدنتان را با سردارتان خبر دهم چی می شود؟ هزل‌آمیز گفت دخترک. صلاح نمی بینم. پگاه فردا عید 1 می. اگر سردارتان فهمد که به خبر کشی و جنگ انداختن مسافران هوس دارید، از مکافات عیدانه محروم می شوید. دانید دخترینک. در پایان بیابان لیویا دامن خشکش را پهن کرده است. بعد ساعت بیابان نوبیا آغاز خواهد شد. بیابان از پس بیابان، نه درخت به مد نظر می رسد، نه کوله و نه دریای. زمانی پیش می شد احتمال یگان کاروان اشترها را دیدن ممکن بود. این محلها هزاران سال این جانب، حتی از هزاران سال پیش از میلاد تا به همین قریبی ها میدان محاربه های خونین بود. مصری ها، حبش ها، قبیله های سودان حاضره، لشکر پیغمبرانمان و ثانیتر انگلیس ها به اینجا تاخت و تاز ها کرده خون یکدیگر را می ریختند. برای زمین، برای حاکمیت، با بهانه دیگر کردن سلطان و غیره و هاکذاها در این بیابان ها دولت های گوناگون پیدا شده خراب گشتند. شهرها و ها با وجود آمده باز به کام تاریخی پیر غیب زدند. هرگاه که خیال از سیر کوچه دور و دراز تاریخ رفت، حتما از آن کوچه هم گذشته خود را به راه‌های از آن کلان و ناشناستر می اندازد که آن راه‌ها عمر کائنات یا ابدیت نام دارد. بعد یک زمان هوشیار شده می بینید که در تنگ کوچه سربسته تاریک در آمده مانده است و راهی برآمد را نیافته، چون ماهی از آب بیرون افتاده به خود می تپد. اما من اسکندر نام جوره همکسبه دارم که از همین گونه تنگ کوچه هم راه می یابد. تابستان گذشته او مرا با سیاحت آن سوی قطارکوی سار برده بود. گوشه های بی آدم کوهستان حقیقی را بار اول می دیدم. در راه خود را در دامن یک کوهی سر به آسمان کشیده در بین انبوهی خرسنگ هایی که جثه آنها از پیکر من میلیون ها مراتب کلانتر و پیرترند دیده وجودم را صلابت وهم‌آمیز فرا گرفت. منی در وادی تولد یافته و به پای رسیده را عظمت، حشمت و محبت کوهسار، منظره این موزه پر اسرار طبیعت تماما مات و مبهوت گردانیده بود. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری سیوم